سلام. وقتی صحبت از کار تحقیقاتی و پژوهشی میشه فکر میکنیم که همه اساتید دانشگاه کارهایی میکنن که لزوما با صنعت ارتباط نداره، ولی خیلی از اساتید دانشگاه و هیئت علمیه تلاش میکنن پروژه هایی با صنعت داشته باشن و دانشجوهاشون رو درگیر اون پروژه ها میکنن تا کارهای بزرگی رو انجام بدن و خیلی وقتا هم دیده نمیشن. امروز در پژوهشگاه شیمی و مهندسی ایران به سراغ یکی از این اساتید خانم اومدیم که کارهای بزرگی در حوزه نفت کردن و میخوایم باشون یک گفتگوی جذاب داشته باشیم. بریم و همراه ما باشیم. تقریبا از سال 1394 عضو هیئت علمی شدم، ولی خب قبل از اونم کارهای پژوهشی انجام دادم که در دوره حالا ارشد و دکترا. ولی وقتی که وارد پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی شدم، با توجه به تفاوتی که پژوهشگاه‌ها با دانشگاه‌ها دارن، این امکان فراهم هستش که شما علاوه بر فعالیت‌های آموزشی که خب خیلی هم فعالیت‌های جذاب و مورد علاقه منم هستن، میتونی کارهای پژوهشی بکنی. این فضا و این امکانات در اختیار شما قرار میگیره که وقتی که در این وارد پژوهشگاه شدم اومدم روی پروژه‌های روی یک سری موادی به نام نانو کامپوزیت‌های هیدروژلی کارمو شروع کردم. چی کار میکنن اینا؟ نانو کامپوزیت‌های هیدروژلی یه سری اسمارت متریال ها هستن یا یه سری مواد هوشمندی هستن که به خاطر ساختاری که دارن کاربردهای متنوعی دارن. یعنی شما میتونید کاربردهای اون رو تو ازدیاد برداشت نفت از مخازن نفتی در نظر بگیرید تا برسید محیط زیست، کاربردهایی که به عنوان جاذبه و حذف آلاینده ها دارن، و بعد میتونید برسید به بخش مهندسی بافت و یا تیشو انجینیرینگ که برای استفاده از بافت‌های اعضای بدن یا حتی بافت قلب و یا به عنوان پوشش ها، چسب زخم و اینها استفاده میشه. برای همین پروژه ها توی آزمایشگاهی که تحت نظارت من هستش برای دانشجویان به این صورت تعریف میشه. چند تا از پروژه هاتون به این که تا حالا کار کردید توی این چند سال؟ پروژه هایی که توی این چند سال که تمام تلاشم این بوده که بتونم پروژه هایی رو بگیرم، پروژه های برای صنعت رو بگیرم و بتونم این محصول رو بهبود بدم و بهینه سازیش بکنم. خب توی این زمینه خیلی فعالیت کردیم، مقالات متعددی چاپ شد، پتنت های متعددی رو چاپ کردیم. این شد که ستاد نانو حتی ما رو حمایت کرد تو یکی از این محصولات. این محصولی که ستاد نانو تحت حمایت قرار گرفت یه سری هیدروژل های نانو کامپوزیتی بودن برای مخازن نفت و گاز ایران. درست. یکی از مشکلاتی که مخازن ما دارن این هستش که تولید آب توشون اتفاق میفته و این آب چون که به هر حال از مخازن تولید میشه داره شوری و سختی خیلی زیادی هست و به ادوات سرچاهی آسیب میزنه و به مرور باعث کاهش تولید نفت میشه و حتی اگر انقدر ادامه پیدا کنه مجبور میشن که اون چاه رو حتی ببندن، یعنی تولید متوقف میشه. این محصولی که خب این توسعه پیدا کرده محصولی هستش که مانع از تولید این آب اضافی میشه ولی روی تولید نفت تأثیر منفی نداره و به خاطر همین خب یک به عنوان اسمارت متریال استفاده میشه. البته باید بگم که این الان تو کشورهایی مثل چین و عربستان صنعتی شده، یعنی به صورت عمده تولید میشه و عملیات انجام میشه. حالا مکانیزم عملکردشون چیه؟ اینها یه حالت ساختار سه‌بعدی دارن، یه قابلیت نگهداشت آب رو دارن، یعنی در مقابل آب میتونن تورم بکنن ولی در مقایسه با نفت این اتفاق براشون نمیفته، یعنی حالت دهیدراته میشن. درست. ارائه دادین تا این کارو؟ بله، این فاز اولش با موفقیت انجام شد و ما وارد فاز 2 شدیم چون تونستیم تاییدیه نانو مقیاس هم برای این محصولمون بگیریم. بازم میگم خب چون حمایت شد این اتفاق افتاد و به خاطر این حمایت ما تونستیم یه پستاک داشته باشیم، پسا دکترا داشته باشیم که تو این زمینه باز تربیت میشه، آموزش میبینه و میتونه این راه رو دوباره ادامه بده. غیر از اون چون میگم این محصولات یه محصولات جالبی هستن، حالا یه ساختار کندومانند شما در نظر بگیرید، دارند کاربردهای متفاوتی دارن.
یکی از پروژه‌های دیگه‌ای که توی آزمایشگاه من انجام شد استفاده از این هیدروژل ها به عنوان جاذب بود. اینها جاذب‌های هوشمندن، یعنی میتونن یک سری همه فلزات رو جذب کنن ولی اون فلزی که ارزشمنده رو ریلیز کنن، جدا کنن و انجام بدن که ما تو زمینه حذف انواع فلزات سنگین بچه‌ها کار کردن، مقالات بسیار خوبی دادن. ولی مثلا یکی از هیدروژل ها که دانشجوی دکترای من روش کار میکنه تونست فقط پلاتین رو ریلیز کنه، یعنی تمام فلزات سنگین رو میگیره ولی اون فلزی که ارزشمنده از گروه پلاتین، طلا و نقره هستش میتونه اون رو به طور انتخابی فقط ریلیز کنه. خب این یه جدایش اقتصادی به شمار میاد. خانم دکتر، من با خودتون که صحبت می‌کردم گفتین که سابقه زیادی داشته که شما خواستین یک پروژه رو با صنعت جلو ببرید. به من گفتین مثلا 15-16 سال پیش شروع کردید. بله. چند تا از اونها رو مثال بزنید که چی شد، اول کجا رو انتخاب کردید، بعد رفتین چجوری براش ارائه دادید، این چالش‌های اینها، حالا انتها خاطره خوب بعدی دارید چند تاشو به اون بگید. بله. خب من خیلی قبل‌تر از اینم که حتی مثلا وارد پژوهشگاه بشم تلاش می‌کردم برای اینکه بتونیم این مواد رو به تولید صنعتی برسونیم. خب اون موقع با تجربه کمتر، الان با تجربه بیشتر. یکی از مشکلات اینه که وقتی وارد حوزه نفت میشید و میخواید یک پروژه نفتی بگیرید شاید اعتماد به بانوان کمی تو این زمینه مشکل باشه. من اولین پروژه من با مناطق نفت‌خیز جنوب شروع کردم. خب شاید اوایل یک کمی نگرانی تو این حوزه وجود داشت ولی بعداً اعتمادشون جذب شد و واقعاً خیلی به من کمک کردن. صنعت رو به خودمون میشه بگیم اون سختی‌هاش چجوری؟ خب میگم عدم اعتماد به خانم‌ها توش وجود داشت. یک باری که ما رفته بودیم ارائه بدیم، چون همکاری که با من بودن همشون خانم بودن، رفتیم شاید یه برخوردی که اولین بار رفتیم محصول توی شرکت نفتی ارائه بدیم این بود که دوست نداشتن صندلیاشون رو برگردونن حتی به ما نگاه کنن که ما توضیح بدیم این مسئله، اینقدر بی‌اعتماد بودن و تصمیم داشتن حتی جلسه رو ترک کنن. ولی ما به این نتیجه رسیدیم که ایرادی نداره، بذار ما ارائه بدیم، بگیم این محصول چه چیزی داره، یواش یواش جذب میشن. و دقیقاً هم این اتفاق افتاد اون موقع، یعنی یک کمی حاضر شدن که اون صد رو بشکنن و برگردن و گوش بکنن. ولی همون افراد الان که مثلا چندین سال گذشت تا به ما اعتماد بکنن، الان واقعا یکی از کسایی هستن که حمایت میکنن. یعنی اگه ما نمونه ای از اون شرکت بخوایم خب خیلی سخت هست این نمونه رو گرفتن، همیشه همکاری میکنن، برای ما ارسال میکنن. اما مثلا از خاطرات خوبم باید بگم بعضی موقع هم وارد یه شرکتی شدیم که مدیر پژوهششون اونجا بود. یعنی من ابتدا که دیدم گفتم خب مسلماً گارد میگیرن و شاید اصلا این اتفاق جلو نره، ولی خیلی دوستانه نشستن تو جلسه و وقتی ما توضیح دادیم و حتی من بهشون دغدغه‌ام گفتم که خیلی خوششون اومد، خیلی تعریف کردن. ولی من گفتم که من میدونم در نهایت شما سختتونه به یه خانومی که تو حوزه نفت داره کار میکنه اعتماد بکنید. خانم تو پروسه اعتماد سازی چقدر طول میکشه؟ شما بریم با یه جایی صحبت کنین اولش اعتماد نشته باشه و بعد حسابشو بکنید. من سال 83 دارم به این قضیه کار میکنم، الان سال 1403 20 ساله ولی باز من پروژه‌ای که بخوام بگم مثلا این پروژه عملیاتی داده شده نبوده ها. دوباره دقیقاً همین پروژه‌ای تازه دارم کم بله دارم جلب اعتماد می‌کنم گروه. یعنی علاوه بر اینکه برای کار خودتون اعتماد داشتین 20 سالم زحمت کشیدی که اعتماد بقیه هم بسازید. بله. البته خب تو این راه مثلا اساتید خودم که در دوره دانشجوی ارشد و دکترا بودم خیلی نقش بزرگی داشتن، چون اونا همیشه به من اعتماد به نفس رو میدادن. برای همین من همون یعنی شاید باورتون نشه فضای آزمایشگاه من همون فضای آزمایشگاهیه که خودم تو دانشگاه داشتم. یعنی یه میزی وسط باشه، ما یه زمان چایی داشته باشیم، با هم دور هم بشینیم بخونیم. به خاطر اینکه به نظر من اعتماد به نفس رو درسته توی خانواده شکل میگیره ولی خانواده همیشه با محبت، یعنی شما میدونید که اون محبت هست. ولی دانشگاه وقتی استاد بهت این اعتماد به نفس رو میده که تو عالی هستی و تو پرفکت هستی، البته اونم خیلی زمان میبره تا من این اعتماد به نفس رو به دانشجویان بدم، ولی واقعا به نظر من خیلی تاثیرگذاره.
مونا یکی از دانشجوی دوره دکترای من هست که بسیار علاقه داشت روی تیشو انجینیرینگ یا مهندسی بافت که حالا بهتره خودش توضیح بده که چه کاری رو انجام میده توی آزمایشگاه. پروژه‌ای که در واقع خانم دکتر زحمت کشیدن برای من تعریف کردن برای در واقع هیدروژلی بودش که کارایی داشته باشه در بافت قلب به عنوان یک داربست و احتمالاً این هیدروژل بتونه به ترمیم در واقع بافت قلب کمک بکنه. در سنتز این هیدروژل ما از نانوذره مکسین استفاده کردیم به دلیل اینکه بدن انسان کلاً الکترولیت هست و انتقال سیگنال بین سلول‌ها در واقع از این طریق انجام میشه و بیس و در واقع بکبون این هیدروژل هم از پلیمرهای طبیعی استفاده شده و در واقع حالا داروهای گیاهی هم که در این زمینه کاربرد داشتن عصاره‌شون در این هیدروژل بارگذاری شده. دانشجوی بعدی که میخوام معرفی کنم حضورتون فرنوش جان هستند. قرار شد یه بخش از یه پروژه صنعتی بزرگ رو که بخش محیط زیستیش بود رو انجام بده. حالا بهتره که خودش توضیح بده که چه کاری انجام داد در این پروژهش. من یه هیدروژل ویسکو الاستیک ساختم که توی دما و اون پی اچی که اون پساب من داشت توانایی اینو داشت که یونهای فلزات مضر رو کلاً جذب کنه از پساب و اون فلزات ارزشمندی مثل پلاتین و اینا رو ریلیز کنه. یعنی بازیابی که من داشتم اینجا انتخابی بود. خب پروژه از این نظر ارزشمند بود که پساب فرآیندی که ما داشتیم کار می‌کردیم پساب فرآیند واقعی بود، یعنی پساب یه فرآیند کاتالیستی بود که خود پژوهشگاه به عنوان پروژه گرفته بود و خوشبختانه ما این افتخار رو داشتیم که این پروژه رو عملیاتی کنیم و نتایج خوبی هم از این پروژه گرفتیم. یکی دیگه از پروژه هایی که توی آزمایشگاه تعریف شد پروژه های هیدروژل های سلف هیلینگ یا خود ترمیم شونده بود. ساخت این هیدروژل های تکنولوژی جدیدی هست که باعث میشه وقتی هیدروژل ها ساخته میشن و تحت حالا تنش یا برش از هم جدا میشن یا خراشی روشون تشکیل میشه خود هیدروژل بتونه خودش رو بازسازی بکنه. این پروژه حالا ساختش یک مسئله از کاربردش هم همینطور. ساخت و کاربردش در زمینه پانسمان های زخم رو به عنوان رساله دکترای هما تعریف کردیم که حالا بقیه‌شو بهتر خودش توضیح بده که چه کاری انجام. بله ما 2 مدل هیدروژل تا به اکنون سنتز کردیم، هیدروژل هایی که با ماکروویو سنتز شدن و هیدروژل هایی که بدون ماکروویو بودن و این 2 تا ژل رو با هم مقایسه کردیم. متوجه شدیم که هیدروژلی که سنتز شده با ماکروویو میتونه توانایی خودترمیم شوندگی بهبود یافته تری رو داشته باشه. از بکبون های پلیمرهای طبیعی استفاده کردیم. هدفمون ساستینبل پلیمرها بود که چون می‌خواستیم تو زمینه پانسمان زخم استفاده بشه پس استحکام مکانیکی بالایی رو نیاز داشت و این ویژگی خودترمیم شوندگی در زمینه پانسمان‌های زخم خیلی به دردمون می‌خورد برای اینکه میتونست کارایی درمان در واقع پروسه بهبود زخم رو با استفاده از این پانسمان در واقع بهبود بده و ما استفاده از پانسمان‌ها رو جهت درمان زخم‌های خاص در واقع کمتر بکنیم و پروسه درمان کمتر بشه در واقع. آیروژل هایی که من روی اونها کار کردم تخلخل بالایی داشتن و اینکه تورم قابل کنترلی داشتن و اینکه بسیار سبک بودن که این استفاده از این آیروژل ها رو توی پساب بسیار ارزشمند میکنه و اینکه فلزی که من کار کردم خیلی ارزشمند بوده. برای همین بعد از اینکه ما این فلز رو جذب میکنیم به عنوان فوتوکاتالیست برای جذب رنگ از اون هم استفاده میشه. حس و حال خوبی هم آدم میده دکتر. یعنی بعد از اینکه مثلا شما میگی من یه کاری کردم که کشورم در فلان حوزه نفتی این مشکل داره و من راه حلش رو ارائه دادم، یه کسی میاد استفاده میکنه یکی میاد استفاده نمیکنه، ولی فکر میکنم که برای روحیه خود دانشجو خود استادی که داره اون پروژه هم کار میکنه خیلی مناسبه و خیلی انرژی میده به آدم. خیلی انرژی میده. مثلا طوری شد که الان مثلا 3 تا از دانشجوهای من با هم شریک شدم و یه شرکت زدم. بسیار عالی. یه شرکت الان تو مرکز رشد خود چون پژوهشگاه این حالت شتاب دهنده رو داره، مرکز رشد داره که از ایده های دانشجوها و استادا حمایت کنه. یعنی بگه شما برید خودتون شرکت بزنید حالا برید صنعتی بکنید. و الان مثلا دانشجوهایی که من داشتم و بعضیشون پستاک و بعضیشون هم نفارق التحصیل شده بودن با هم یه شرکتی زدن که بتونن محصولاتی که خودشون
باهاش دفاع کردن، یعنی محصول تز خودشون یا رساله خودشون بوده رو بتونن تولید صنعتی کنن. این بخشش واقعا لذت بخشه. بله بسیار. خانم دکتر بگین که با ستاد نانو کجا آشنا شدین و فراینده این که با ستاد نانو کلا حمایت گرفتین یا پروژه انجام دادید و نقش این ستاد چه جوری بود؟ حالا از گذشته که خودتون دانشجو بودین تا الان که استاد دانشگاهی. با آشنایی با ستاد نانو توی خاطره خیلی خوب بود، چون که اون موقع زمانی که من دانشجوی دکترا بودم یه مقاله‌ای داده بودم که اون مقاله نانو کامپوزیت بود. بعد یادم اومدن یه جلسه گذاشته بودن توی دانشگاه و یه آقایی اومده بود، الان خاطرم نیست اسمشون رو، توضیح دادن که ستاد نانو چه حمایتایی میکنه و سایت داریم و میتونید مقالاتتون رو بدید و جایزه بهتون داده میشه. چه سالی؟ سال 1389 90 بود فکر میکنم، یعنی 89 90 باید باشه. بعد منم رفتم خب اون مقاله رو همینطوری، یعنی فکر نمی‌کردم مثلا اتفاقی بخواد بیفته، اون مقاله رو رفتم تو سایت بارگذاری کردم، تیری تو تاریکی همینطوری. بعد اون موقع هم اس ام اس و اینا نبود که یعنی بانک اس ام اس داشته باشه برای شما چیز بشه، ولی یادم از بانک دانشگاه زنگ زدن که ستاد نانو هدیه شما رو واریز کرده بیایید ببرید. و مثلا اون موقع نزدیک 2 میلیون تومان یه مقاله‌ای که مثلا شما چاپ کرده بودی، مثلا اگه بخوایم بگیم مثلا انگار که تقریبا نصف پول یه پراید بود اون موقع، جایزه داد ستاد نانو بابت یک مقاله. و من اصلا اون لحظه چندین انگار جرقه تو ذهنم زد. یکی این که شما میتونی از کار علمی و پژوهشی مثلا پول در بیاری تو دوره دانشجویی که شما هیچ منبع درآمدی نداری. ولی نکته مهمترش این بود که مثلا گفت من تو رو دیدم، متوجه شدم که داری کار میکنی، انگار این کاری که کردی برای ما ارزشمنده، داری دیده میشه. این شد که مثلا یادم اون سال بعد من اومدم خب همه جا گفتم این اتفاق افتاده، نصف پول یه پراید گرفتم و همه افتادن بچه‌ها تو کار نانو، حتی شده مثلا پروژه ها رو ببرن سمت نانو که بتونن مقاله بدن. بعد البته سختگیرانه تر شد به مرور دیگه، هر ژورنالی الان مورد قبول نیست، باید مثلا رنکینگ مشخصش رو، ولی اون موقع که شروعش بود واقعا این شکل مثلا نبود. و این حالت تماسی که گرفتن، پرداختی که کردن، همه میگم اینقدر به پژوهشگر شخصیت داده میشد که حس خوبی رو منتقل میکرد. شاید از اونجا آشنایی من با ستاد نانو شروع شد.